همراهان عزیز، این کانال توسط هوش مصنوعی ساخته شده. اگر بعضی کلمه ها درست تلفظ نشده، پوزش میخواهم. لطفاً با سابسکرایب و لایک از من حمایت کنید. رمان رو با هم بشنویم. دلم میخواست بدونم چه کاری با هم داره. اما پارسا مرموزتر از این حرفا بود. محال بود تا جوون مرگم نکنه حرفی بزنه. چشمامو روی هم فشار دادم و گوسفند شمردم تا خوابم ببره. اما نمیشد. اینقدر ذهنم درگیر بود که نمیتونستم کاری کنم. تا چشمامو میبستم چهره پارسا میومد جلو چشام. بیحال و خسته کمی چایی خوردم. چشمام از زور خواب آلودگی باز نمیشدن. خمیازه های زیادی که میکشیدم فکرم رو به درد آورده بود. فقط 1 ساعت از خوابیدنم میگذشت. بعد از اون همه فکر واقعاً به این خواب نیاز داشتم. یکی زد تو صورتم، چشام باز شد. کامی با خنده جلوم نشسته بود و سرحال صبحانش رو میخورد. مامان هم کنارمون نشسته بود و مجبورم کرده بود به خوردن صبحانه. بیدار شو بابا. همونجا کنار سفره دراز کشیدم و گفتم خوابم میاد، خستم. آره دیشب داشتی کوه جا به جا که اینقدر خسته شدی. برو خدا رو شکر کن خوابم میاد، وگرنه میدونستم چه کارت کنم بچه پور رو. اگر میخوای تا اون سر دنیا برسونم باید زود بلند شی. بعدم بلند شد و به زور بازومو گرفت و بلندم کرد و گفت به خدا خودمم کلاس دارم باید به موقع برسم یا نه؟ سریع و بلند با مامان خداحافظی کردیم و از خونه بیرون زدیم. امروز هوا برخلاف روزای قبلی کم سردتر شده بود و منم سیوشرت آبی رنگمو تنم کرده بودم. سرمو به شیشه تکیه دادم و گفتم میخوام بخوابم. صدام نکن. کامی هم چیزی نگفت. ازش ممنون بودم که گذاشت چرت بزنم. روی یکی از صندلی‌ها نشستم. سرحال تر شده بودم، اما هنوزم خوابم میومد. چون که زود اومده بودم کلاس خالی بود و فقط خودم بودم. گردنم درد گرفته بود. یکم با دست مالیدمش. سلام، کم پیدا شدی؟ به نیما که تقریباً کنارم بود نگاه کردم. لبخند کوچیکی زدم و فقط گفتم سلام. حالت چطوره؟ چه خبر؟ سلامتی؟ چیزی شده هستی؟ بی‌حوصله‌ای؟ خوابم میاد. هستی؟ بی‌حوصله تر و کلافه تر. گفتم چیه؟ باشه بعداً میگم. انگار اعصاب نداری. همین الان بگو. صاف نشستم و گفتم خوبه. خنده کوتاهی کرد و گفت فکراتو کردی؟ آره نیما، تو جوابت رو همون روز گرفتی. یادت نیست بهت چی گفتم؟ پوزخند زد و گفت چرا یادمه؟ خب دیگه چی میگی؟ من نظرم تحت هیچ شرایطی عوض نمیشه. میشه بدونم چه کسی رو میخوای؟ دونستنش چه فرقی به حال تو داره؟ همینطوری دوست دارم بدونم اونی که تونسته دل تو رو ببره چه جور آدمیه. آدم خیلی خوبیه. پس از من بهتره. فکر کردم پارسا بهتر بود. درسته که با هم سرد بودیم، درسته به هم کم محلی میکرد، اما بازم پارسا بهترینه و برای من یه چیز دیگه است. بیخیال و برای تموم کردن بحث گفتم آره. نیما مکسی کرد و گفت پس ترجیح میدم روی پیامی که فرستادی برام فکر کنم. بعدم بدون حرفی از کنارم بلند شد و روی صندلیش نشست. گفتم تنها یک پیشنهاد بود. میخوام این رو بفهمی که قلب من فقط جای یک نفره. ورود بقیه ممنوعه. لبخند زد و گفت آره میدونم. میتونی رو کمک‌های من حساب کنی. اگر بخوای میتونم با اون پسر حرف بزنم و پریدم وسط حرفشو. گفتم خیلی ممنون از لطفت. دیگه حرفی نزد. لحظه‌ای بعد بود که رویا و چند تا از بچه‌ها اومدن. با شوق بغلش کردم. کنارم نشست و با هم مشغول صحبت شدیم. از پارسا و نیما براش گفتم و اون مثل همیشه مشتاقانه گوش میداد. با اومدن استاد دیگه حرفی نزدیم. خوشبختانه بین کلاس یه کار مهم براش پیش اومد و کلاس کنسل شد. رویا خداحافظی کرد و به خونه دوستش رفت. تنها شدم. از دانشگاه بیرون زدم و خواستم آژانس بگیرم که پراید سفیدی جلوم ایستاد. شیشه پایین کشیده شد. نیما بود. گفت تنهایی؟ سوار شو برسونمت. ممنون، خودم میرم. تعارف نکن، بیا بالا. بیا. سوار شدم و تشکر کردم و حرکت کرد. میدونستی اگر میخواستی منتظر آژانس بمونی باید چقدر معطل میشدی. شونه بالا انداختم. گفت دوستت رویا هم که نیست. خب دیگه. آره خب رفت جایی. با چشمای ریز شده نگام کرد و گفت
هستی میتونم یه سوال بپرسم؟ سر تکون دادم. نه ول کن. خب بگو چرا حرف تو نصفه میگی؟ نیما گفت اون پسری که دوستش داری کیه؟ ابروهام کوتاه بالا رفتن نمیدونستم دونستن این موضوع چرا اینقدر براش مهمه. یکی از پسرای فامیلمون. اونم دوستت داره. صادقانه گفتم نمیدونم. یهو چشماش درشت شدن با تعجب نگام کرد و گفت یعنی چی؟ هستی اگر دوستت نداشته باشه چی؟ اگر کس دیگه ای رو بخواد چی؟ چرا یعنی؟ نمیدونم. میخوای چی کار بکنی؟ هستی من دوستت دارم، حداقلش اینه که اومدم و صاف بهت گفتم، اما اون پسری که تو ازش حرف میزنی چرا قدم جلو نمیذاره اگر دوستت داره؟ اونش به خودم ربط داره. از این بحث اصلاً خوشم نمیاد. نیما بی توجه به حرفم گفت اگر تو رو میخواد چرا به خودش تکونی نمیده؟ حداقل به خودت بگه که دوستت داره. که تو الان یه لنگ پا منتظر نباشی. همین که من دوستش دارم کافیه. اما هستی بس کن. نیما عصبی گفت چند وقت میخوایش؟ جوابی ندادم و صورتمو ازش برگردوندم. اگر بهت محل نمیذاره قیدش رو بزن. اگر میخواست حتما یه کاری میکرد. اصلا بذار. ما بیایم خواستگاری، اگر ببینه که تو خواستگار داری شاید به خودش بیاد. با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم لطفاً از این پیشنهادا ندین. از وقتی که نیما گفته بود با بابا حرف زده ترسم چند برابر شده بود. بابا چند باری غیر مستقیم بهم گفته بود که موافقه. اگر پای نیما و خانواده‌اش به خونه ما باز میشد بی هیچ بهونه‌ای نمیتونستم از زیرش در برم. نیما خواست حرف بزنه که بی حوصله گفتم ببین نیما، اگر میخوای این بحث رو ادامه بدی خواهش میکنم نگهدار. نیما حرفی نزد و تنها سرعتش بیشتر شد. نفسم رو پرصدا بیرون دادم. من غیر از پارسا هیچ کس رو نمیخواستم. تشکر کوتاهی کردم و پیاده شدم و سریع به داخل آپارتمان رفتم. سر راهم قبض برقمون رو برداشتم. با دیدن مبلغش مغزم سود کشید. من و کامی چی کار کرده بودیم؟ قبض رو توی کیفم گذاشتم و وارد آسانسور شدم. در خونه رو با کلید باز کردم و رفتم تو. مامان طبق معمول تو آشپزخونه بود. بعد از سلام کردن رفتم تو اتاق و لباسام رو عوض کردم. رفتم تا به مامان کمک کنم. درسته اهل انجام کار خونه نبودم. نمیتونستم بذارم مامانم به تنهایی کارها رو انجام بده. کامی هنوز دانشگاه بود و مامان گفت که تا شب برنمیگرده و بابا هم بیرون بود. فکر کردم که اینطوری چقدر خونه ساکته. تا مامان صورتش رو برمیگردون سریع یکی از سیب زمینی هایی رو که برای خورشت سرخ کرده بود رو برمیداشتم. علاقه شدیدی به ناخنک زدن داشتم. لحظه آخر مامان مچم رو گرفت و من هم در مقابل فقط خندیدم. هرچی منتظر شدیم بابا نیومد و در نهایت با مامان ناهار رو خوردیم. ظرفها رو هم من شستم. مامان به اتاقشون رفت تا بخوابه. منم اومدم برم تو اتاقم که زنگ در زده شد. یه شال انداختم رو موهام و در رو باز کردم. با تعجب به فردیس نگاه کردم و گفتم چه عجب خانم. آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ خندید و گفت دلم یهو هواتو کرد. دل مام هواتونو کرده، بفرمایید داخل. دعوتش کردم. در رو که بستم مامان رو صدا کردم. فردیس بهترین دوستم بود. از اول راهنمایی باهاش بودم و دقیقاً مثل خواهر بودیم برای هم. رفتیم توی اتاق. بعد از مدت‌ها دیده بودمش و خیلی خوشحال بودم. اون تا بعد از شام پیشم موند و کلی با هم حرف زدم. در موقع رفتن بغلش کردم و گفتم مرسی که اومدی. بوسیدم و گفت قربونت برم، دفعه بعد نوبت توه ها. چشم حتما. بعد از اومدن تاکسی و سوار شدنش در آپارتمان رو بستم و به خونه برگشتم. بابا و کامی تو حال نشسته بودن و فوتبال نگاه میکردن. البته هر از گاهی هم صدای داد و فریادشون میومد. گوشیم روی تختم در حال زنگ خوردن بود. جوابش رو دادم. الو سلام زن داداش. خندید و گفت سلام چطوری؟ زنگ زدم بگم فردا شب خونه مادر بزرگ دعوتیم. جدی؟ من نمیدونستم. تو مگه تو اون خونه نیستی؟ پس چرا از هیچی خبر نداری؟ چرت نگو، دوستم اینجا بود، تو اتاق بودم، برا همین خبر انداشتم. حالا چه خبر فردا شب؟ یه مهمونی ساده. فردا شب نمیام بابا، حوصله ندارم. برا چی؟ گفتم که حوصله ندارم.
قراره بریم اونجا، بعد همه با هم بریم ساحلی. راستی خانواده دایی‌هات و خاله‌هاتم میان. بیا دیگه، خوش میگذره. خواستی بیای اون مانتو آبیه رو بپوش، خیلی بهت میاد حالا. تا ببینم. خندیدم و گفتم باشه. گفتم چه خبر از کامی؟ خندید و گفت آخرین بار که بهش زنگ زدم همین نیم ساعت پیش بود که فهمیدم داره فوتبال نگاه میکنه، گویا تیمش گل خورده، اعصابش خراب بود. خندیدم و گفتم کامی عشق فوتباله. خیلی داری حرف میزنی دیگه، کار نداری. خداحافظ بچه پر رو. بعدم خودش قطع کرد. خنده میگرفت. اذیت کردنش اصلا سخت نبود. روی زمین نشسته بودم و به پارسا و کامی و بقیه پسرا نگاه میکردم که جمع شده بودن دور منقل و کباب میزدن. دخترها هم نشسته بودن و آهنگ گوش میکردن. من جدا از اونا به جمع پسرا نگاه میکردم. بی حوصله به مسخره بازی‌های دختر دایی‌هام و دختر خاله‌هام نگاه کردم. اینجا فقط یه خانواده کم بود و اونم خانواده عمه سمینه بود که از شب نامزدی کامی قهر کرده بودن. بهار با صدای بلند صدام کرد و گفت پاشو بیا اینجا. تنهایی؟ حوصله ندارم، میرم قدم بزنم. بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن. به پارسا فکر کردم. چقدر از این که تونسته بودم ببینمش خوشحال بودم. روی یکی از صندلی‌ها نشستم و بازم فکر کردم. سرم داشت منفجر میشد. چشمامو بستم و نفس عمیق کشیدم. حس کردم کسی جفتم نشست با ترس. چشمامو باز کردم و صاف نشستم. پارسا با دیدن حالتم تند گفت نترس. منم. سیخ کبابی که تو دستش بود رو گرفت سمتم و گفت کیه که ندونه تو بال کبابی دوست داری؟ با تعجب نگاهش کردم. چه دلیلی داشت که پارسا برای من بال کبابی بیاره؟ دلیل این رفتارهای ضد و نقیضش رو نمیفهمیدم. لبخند زدم و گفتم ممنون، ترجیح میدم سر سفره و در کنار بقیه بال کباب شده بخورم. بهتره بریم. تا اومدم بلند شم مچ دستم رو محکم گرفت و با فشار دست گفت بشین روی صندلی. منو نشوند روی صندلی و گفت چند لحظه بشین، کارت دارم. این درست نیست، بقیه حتما منتظر ما هستن. خیلی جدی نگاهم کرد و گفت هیچ کس منتظر ما نیست، نگران نباش. خب شاید بچه اگر بفهمن ما داریم با هم حرف میزنیم. اخمی کرد و گفت زیاد وقتت رو نمیگیرم، البته اگر الان اجازه بدی من زودتر حرفم رو بزنم. با استرس برای شنیدن حرفش انگشتام رو فشار میدادم. انگار اعصاب درست و حسابی نداری، بنابراین مجبورم زود بگم حرفام رو. اول از همه یه سوال دارم که جواب سوالم گویای همه حرفامه. خیره نگاهم کرد و گفت هیچ میدونی برای چی نام زدیم و با پریا بهم زدم؟ نه. نفس کشیدن داشت برام سخت میشد. استرس امونم رو بریده بود. چون من یکی دیگه رو دوست دارم. با ترس لبخند زدم و سر تکون دادم. نزدیکترم نشست و گفت هستی کنجکاو نیستی بدونی اون شخص کیه؟ آب دهنم رو با سر و صدا فرو دادم و گفتم به من چه ربطی داره؟ پوزخند زد و گفت بهت ربط داره، خیلی هم زیاد به تو مربوطه. چون این بار منم توی چشماش نگاه میکردم. چون اون شخصی که من دوستش دارم خود تویی.